وقتی مامان مریض و بابا فقط بلد نون بگیره، یه نفر باید بیاد وسط دیگه. منم اون یه نفرم، نبات خانوم، سرآشپز اضطراری خونه. اینجا 3 تا پیمون برنج برداشتم. برنج باید از شب قبل خیس بخوره و من یاد گرفتم چجوری با کمترین امکانات بهترین نتیجه رو بگیرم. من آب برنج رو با انگشتم اندازه گیری کردم. مامانم همیشه همین کارو میکنه. یه قاشق عشق، یه ذره نمک و یه عالمه دلتنگی برای مامان جونم. اینم بگم بدونی غذا درست کردن فقط برای خوردن نیست، برای خوشحال کردنه، برای اینه که بگی دوستت دارم بدون اینکه حرفی بزنی. زمینی ها رو ریختم داخل مایع تابه و بعدش مواد کتلت آوردم و با دستم شکل دادم. عزیزای دلم، دستور این کتلت خوشمزه هم داخل کپشن گذاشتم. دیدید چقدر آسون بود؟ حالا نوبت شماست. اگه خوشتون اومد سریع لایک رو بزنید. این ویدیو رو هم به همه بچه دارا بفرستید تا همه کوچولاشون آشپزی رو یاد بگیرن. راستی پستای قبلی منم ببینید، کلی چیزای خوشمزه منتظرتونه. و اگه فالوم نداری فالوم کن و مهمون روزمرگیام باش.